قراره بریم توی مینی چت برای ایرانیا گیلاس گیلاس بانو بخونیم، پس با من همراه باشین. میخوای آهنگ بشنوی؟ یه چیزی بخونم برات؟ بخون. اوکی. صدا گریه بچه رو میشنوی؟ بدبختی ما دیگه. هر روز صدا اساسا یه چیز عجیب غریبیه. اوکیه. صداش قطع نمیشه. ای بابا بچه صدا نده دیگه. خب آهنگ بخونم خیلی سرم. میگه که کی مثل تو پایم دوتایی گند بزنیم، شریک جرم مریض و خود میدیم جریمشو هم بنده همیم. فقط تو میخونی فکرمو، کج باشم خوب میکنی اسمو، فقط تو میدونی قسمو، بلدیم هم رنگ منی. کره زمین یه صورته که آرایشش تون صورتته، روح من همه جا وصله بهت، جسمم ازت یه دنیا دورم بشه. فقط باش اگه قهرم کردی، نفس و حتی زهرم کردی، پیش تو دستم بسته است نمیرسه زورم بهت، ما رو باید قاب بگیرم، باید اما یاد بگیرم این زندگی خواب با تو، بذار تو این خواب بمیرم. آره خیلی قشنگ خونده. مرسی متشکرم. خیلی قشنگ خونده و خیلی پسر خوشحالم. ها پسر خوبی هستم؟ پسر با استعدادی هست. آها خیلی ممنونم ازت متشکرم. یسنا یسنا بیا دیگه. بیا اینو ببین. این که نه میشه پستشو برات فرستادمه. یسنا بیا دیگه. یسنا اذیت میکنه مگه نه؟ الان قطع میشی وایسا. نور دارین شما تو خونتون. ایول کی؟ سلام یسنا خوبی؟ سلام مرسی. حالا چطوری؟ یسنا اومد بالاخره. بخون. چیکار کنم برای من؟ بخونم براتون؟ چیکار می‌کنی؟ گفتی پستمو براش فرستادی. کدوم پستم بود؟ بذار همونو براش بخونم. خارجی و ایرانی کرده بودی. میدونم کارم اینه. گیلاس بانو رو شنیدین دیگه حتما نه؟ نیازت دارم نیست روزی که از پیشت برم، گیلاس بانو احساساتی میشه، عشق اونجاست که قلبت میره همیشه. گیلاس بانو دنیا چه قشنگه، انگار اولین باره دستات تو دستمه. مرسی متشکرم. چطوری؟ مرسی ممنون. وای باورم نمیشه. چرا؟ شما چون من شما رو چند وقت پیش تو یوتیوب دیده بودم و خیلی دوست داشتم حالا ببینم تو. اوکی. چنل جدیدمو دیدی؟ یه چنل قبل حتی کی من دیده بودی؟ هر دوتا رو داشتم، یعنی من یه جوری فن قدیمی تونستم میشم. بنازم اصلا عشقی. چی دوست داری بزنم برات؟ ایرانی از علی یاسین اگه میشه. یه تیکه بودی از تنم بهش جوری گند زدن، ببین برعکس تو منو به گذشت زوری بستنم. خنده داره نه دلم تنگه حتی واسه اخلاق زهر مارتم، الکی فکر میکردم قهرمانتم، ولی از یه جا به بعد دیدم کنارت نیستم، من صد راهتم. مشاپ. مرسی خیلی ممنون. خواهش میکنم. دوست داشتی؟ عالی.
مثل همیشه عالی. آهنگ گیلاس بانو به گوشت خورده؟ گیلاس بانو گیلاس بانو احساساتی میشه. فکر کنم تو این لیست دیدم. جدی؟ فکر کنم. موزیکشو شنیدی؟ آره دیگه فکر کنم تو این لیست. آهنگ منه. همینطوره؟ کاور فارسی موزیک چری چری لیدیه، از من بوده بعد وایرال شد. این بود دیگه. نیازت دارم نیست روزی که از پیشت برم، گیلاس بانو احساساتی میشه، عشق اونجاست که قلبت میره همیشه. گیلاس بانو دنیا چه قشنگه، انگار اولین باره دستا تو دستمه. گیلاس بانو فردا رو کی دیده، امروز این عشق و دریا بو از دستش نده. گیلاس بانو عشقم به ته نداره، اگه قبولش کنی من میمونم کنارت. خیلی قشنگ بود. مرسی، خواهش میکنم، متشکرم. بود. آها من تو رو میشناسم. سلام، خوبی؟ آره. من کیم؟ تو اینستاگرام ویدیو میذاری؟ چی میذارم؟ میذاری دیگه. خسته نباشی. انگلیسی خونده بودی. یه چند تا از ویدیوهاشو اومدم دیدم، ویدیوهاتو اومدم تو پیجت دیدم. بابا دمت گرم. خب من یه آهنگ رو الان شنیدمش، اصلا عجیب غریب حالی به حالیم کرده. این آهنگ هست میگه که آبی آسمان چه غمگین است، قلب من سنگ سخت دل زمین است، آنچه مانده از عشق فقط این است که تو دیگر هرگز نمی آیی. اصلا این چیز عجیب غریبیه. آهنگی کیه؟ فریدون فرخزاد. چطور بود حالا؟ خیلی قشنگ بود. صبر کن ببینم. خواننده مورد علاقتون کیه؟ من شادمهر. آره شادمهر. کدوم آهنگش؟ کی با یه جمله بزنم؟ کی با یه جمله مثل من میتونه آرومت کنه، اون لحظه های آخر است رفتن پشیمونت کنه. دلگیرم از این شهر سرد، این کوچه های بی‌عبور، وقتی به من فکر می کنی حس می کنم از راه دور. گریه نکن درست میشه، برمیگرده بالاخره. آخر یه شب این گریه ها سوی چشامو میبره، عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میبره. باید تو رو پیدا کنم هر روز، تنها تنشی راضی به با من بودنت، حتی از این کم تنشی. بس دیگه. اوکی، الان باید غیر بدم با این دست زدنتون دیگه. یه چیز شاد میخونم، حداقل اینجوری دست میزدیم بیشتر. منم میخونم، بیارم بخونم. بیار بخون. مثل تو نمیخونم. تو خوب میخونی، بیار. مسخره بازی می‌کنه. بابا به خدا جدی میخونم، یعنی چی مسخره بازی؟
شوخی میکنم. نشنیدی گیلاس جدی می‌گی؟ گیلاس بانو احساساتی میشه، نشنیدی اینو؟ نه البته الان ندیدم آن زمان قدیم الان دیدی؟ ندیدم. آره خیلی وقت مثلا ترجمه میکنم آهنگ ایرانی خارجی، آهنگ خارجی و ایرانی. مسخره بازی نیست که، جدی هم کاملا. شوخی کردم دیگه. باش بخون. Bu şehrin beni anlamaya, benim seni unutmaya, yakının ısınmaya yetiyor. Oh, açılık gibi olsun, bu sofra bir sen kapısına, diz çeker çare bulamaz. Oh, bu şehrin beni anlamaya. بنوازم. حالا بنازم. نصفش صدام اصلا داشتی آروم میخوندی نه؟ از قصد؟ آره توی رویایی. سلام. سلام. چطوری؟ وای چی وای شده؟ چرا؟ تو من چی؟ پشمام. چیز شده؟ تو همون نیستی که تو این استا چیز آهنگ گیلاس گیلاس بانو چرا؟ رو خوبی؟ می‌خوندی؟ چطوری؟ پشمام حاجی وای. همه هم به گیلاس میشناسن منو دیگه. حالا نه خوشبختانه. اتفاقا من فالو دارم. جدی؟ بقیه ویدیوهات هم میبینم. خب بنازم. دمت گرم به خدا. خب اینجا چیکار وای اصلا تعجب کردم. من ویدیو میگیرم اینجا. زیباست. چی دوست داری بخونم برات؟ هر چی. صدای جیغ بچه‌ها همیشه تو خونه ما هست. اصلا عادیه. خیلی اصلا عالیه. من لذت میبرم از این داستان. اینه که عالیه. من خاطراتم با تو رو هر شب مرور میکنم، میمیرم از دوریت ولی حفظ غرور میکنم. این جای خالی تو دلم با خودتم پر نمیشه، با این همه از تو دلم هنوز دل خور نمیشه. داداش صدات خیلی قشنگه. قربونت برم. مرسی. خیلی. شاکرت. این اگه بخونم برات این چطوره؟ دلم از دنیا گرفته، شب من مهتاب نداره، روز من بی تو عزیزم حتی خورشیدم نداره. نگو که باور نداری، عاشقم عاشق خسته، نگو که تنها میذاری پای دنیا غم و غصه. مرسی. خیلی خوب میخونی. این چطور بود؟ این دوست داشتی؟ صدا گریه بچه هم میشنوی؟ آره اونم داره با گریهش تشویقم میکنه. اینقدر دوستم داره. اصلا هم شیر نمیخواد، فقط داره تشویقم میکنه چون دوست داره صدای داییشو. فقط صدای تو رو که میشنوه گریهش میگیره. آره خیلی من سوزدار میخونم، همه بدبختیاش نمیفهم شیری بخواد پوشکش مورد داشته باشه، همین میاد تو ذهنش میزنه زیر گریه بچه دیگه. همش صدای گیتار تو صدای تو رو که میشنوه گریهش میگیره از این همه احساسی که صدای تو داره. دایی جان گریه نکن، منم همینطور.